خشونت‌ها و جان باختن غیر نظامیان به ویژه کودکان خلیل الرحمن 17 ساله را به فکر ساختن دستگاهی انداخت که بتواند جلو برخی از حمله‌های هراس‌افکنانه را بگیرد. این دستگاه از برخی از پرزه‌های کامپیوتر، سویچ موتورسایکل و یک صندوقچه کوچک ساخته شده است. این دستگاه 1.5 کیلو وزن داره و تا 300 متر میتونه که انواع ماینای ریموت کنترل و 13 و واسکت امتاری که به شکل سرکیت ارتباط وصل میشه و را خنثی بسازد. همکنون برخی از مقام‌های دولتی از 10 دستگاه ساخت این جوان کار میگیرند. امریکایی‌ها جور میکنه به $20,000 قیمت داره. از ما $7,000 قیمت داره. از اونا تا 100 متر کار میکنه، از ما 300 متر کار میکنه. از ما 20 سیر تقریبا وزن داره، به موتورهای زری عمل میکنن. از ما 1.5 کیلو وزن داره. نهادهای پشتیبان جوانان از دولت میخواهند کسانی را که برای امنیت کشور کار میکنند پشتیبانی کند. در افغانستان جوانان هم وجود دارد که از دولت پول نمیخواهد، از دولت قدرت نمیخواهد، از دولت وظیفه نمیخواهد، بلکه آمده این است که برای دولت امکانات برابر کند. در این اواخر شماری از جوانان در بخش‌های گوناگون کشور دست به ساخت سازهای ستایش برانگیز زدند، اما جوانان انتقاد میکنند که حکومت در برابر آنان بی‌پرواست و هیچ نهادی از این جوانان پشتیبانی نمیکند.